عقل سرخ. نوشته شیخ اشراق شهاب الدین یحیی سهروردی. راوی شیرین بانو صالحیان. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد باد ملکی را که ملک هر دو جهان در تصرف اوست. بود هر که بود از بود او بود و هستی هر که هست از هستی اوست. بودن هر که باشد از بودن او باشد. هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء بصیر. و صلوات و تحیات بر فرستادگان او، به خلق خصوصا بر محمد مختار که نبوت را ختم بدو کردند، و بر صحابه و علماء دین رضی الله علیهم اجمعین. دوستی از دوستان عزیز مرا سؤال کرد که مرغان زبان یکدیگر دانند؟ گفتم بلی دانند. گفت تو را از کجا معلوم گشت؟ گفتم در ابتدا حالت چون مصور به حقیقت خواست کی نیست مرا پدید کند، مرا در صورت بازی آفرید و در آن ولایت که من بودم دیگر بازان بودند. ما با یکدیگر سخن گفتیم و شنیدیم و سخن یکدیگر را فهم می کردیم. گفت آنکه حال بدین مقام چگونه رسید؟ گفتم روزی صیادان قضا و قدر دام تقدیر باز گسترانیدند و دانه ارادت در آنجا تعبیه کردند و مرا بدین طریق اسیر گردانیدند. پس از آن ولایت که آشیان ما بود به ولایتی دیگر بردند. آنگاه هر دو چشم من بردوختند و 4 بند مخالف بر من نهادند و 10 کس را بر من موکل کردند. 5 را روی من و پشت بیرون و 5 را پشت سوی پشت من و روی بیرون. این 5 که روی سوی من داشتند و پشت ایشان بیرون، آنگاه مرا در عالم تحیر بداشتند، چندان که آشیان خیش و آن ولایت و هرچه معلوم من بود فراموش کردم. می پنداشتم که خود من پیوسته چنین بوده ام. چون مدتی بر این برآمد قدری چشم من باز گشودند. بدان قدر چشم می نگریستم چیزها می دیدم که دیگر ندیده بودم و آن عجب می داشتم، تا هر روز به تدریج قدری چشم من زیادت باز می کردند و من چیزها می دیدم که در آن شگفت می ماندم. عاقبت تمام چشم من باز کردند و جهان را بدین صفت که هست به من نمودند. من در بند می نگریستم که بر من نهاده بودند و در موکلان با خود می گفتم که گویی هرگز بود که این 4 بند مختلف از من بردارند و این موکلان را از من فرو گردانند و بال من گشوده شود، چنان که لحظه در هوا طیران کنم و از قید فارغ شوم. تا بعد از مدتی روزی این موکلان را از خود غافل یافتم. گفتم به از این فرصت نخواهم یافت و به گوشه ای فرو خزیدم و همچنان که با بند لنگان روی سوی صحرا نهادم، در آن صحرا شخصی را دیدم که می آمد. فراپیش رفتم و سلام کردم. به لطفی هرچه تمامتر جواب فرمود. چون در آن شخص بنگریم محاسن و رنگ روی وی سرخ بود. پنداشتم که
جوان است. گفتم ای جوان، از کجا می آیی؟ گفت ای فرزند، این خطاب به خطاست. من اولین فرزند آفرینشم. تو مرا جوان همی خوانی؟ گفتم از چه سبب محاسنت سپید نگشته است؟ گفت محاسن من سپید است و من پیری نورانیم. اما آن کس که تو را در دام اسیر گردانید و این بندهای مختلف بر تو نهاد و این موکلان را بر تو گماشت، مدت هاست تا مرا در چاه سیاه انداخت. این رنگ من که سرخ میبینی از آن است، اگر نه من سپیدم و نورانی و هر سپیدی که نور تعلق دارد، چون با سیاه آمیخته شود سرخ نماید. چون شفق اول شام یا آخر صبح که سپید است و نور آفتاب بازو متعلق و یک طرفش با جانب نور است که سپید است و یک طرفش با جانب چپ که سیاه است، پس سرخ می نماید. و جرم ماه بدر وقت طلوع که اگرچه نور او عاریتی است، اما هم به نور موصوف است و یک جانب او با روز است و یک جانبش با شب، سرخ نماید و چراغ همین صفت دارد، زیرش سپید باشد و بالا بر دود سیاه. میان آتش و دود سرخ نماید و این را نظیر و مشابه بسیار است. پس گفتم ای پیر، از کجا می آیی؟ گفت از پس کوه قاف که مقام من آنجاست و آشیان تو نیز آن جایگه بود، اما تو فراموش کرده ای. گفتم این جایگه چه می کردی؟ گفت من سیاحم، پیوسته گرد جهان گردم و عجایب بینم. گفتم از عجایب ها در جهان چه دیدی؟ گفت 7 چیز. اول کوه قاف که ولایت ماست، دوم گوهر شب افروز، سیوم درخت طوبا، چهارم 12 کارگاه، پنجم زره داوودی، ششم تیغ بلارک، هفتم چشمه زندگانی. گفتم مرا از این حکایتی کن. گفت اول کوه قاف گرد جهان در آمده است و 11 کوه است و تو چون از بند خلاص یابی آن جایگه خواهی رفت، زیرا که تو را از آنجا آورده اند و هر چیزی که هست عاقبت با شکل اول رود. پرسیدم که بدانجا راه چگونه برم؟ گفت راه دشوار است. اول 2 کوه در پیش است، هم از کوه قاف یکی گرم سیر است و دیگری سرد سیر و حرارت و برودت آن مقام را حدی نباشد. گفتم سهل است، بدین کوه که گرم سیر است زمستان بگذرم و بدان کوه که سرد سیر است به تابستان. گفت خطا کردی، هوای آن ولایت در هیچ فصل بنه نگردد. پرسیدم که مسافت این کوه چند باشد؟ گفت چندانک روی باز به مقام او توانی رسیدن، چنانک پرگار که یک سر از او بر این نقطه مرکز بود و سری دیگر بر خط و چندانک گردد، هم باز بدانجا رسد که اول از آنجا رفته باشد. گفتم که این کوه ها را سوراخ توان کردن و از سوراخ بیرون رفتن. گفت سوراخ هم ممکن نیست، اما آن کس که استعداد دارد بی آنکه سوراخ کند به لحظه ای تواند گذشتن، همچون روغن بلسان
که اگر کف دست برابر آفتاب بداری تا گرم شود و روغن بلسان قطره‌ای بر کف چکانی از پشت دست به در آید به خاصیتی که در وی است. پس اگر تو نیز خاصیت گذشتن از آن کوه حاصل کنی به لمحه‌ای از هر دو بگذری. گفتم آن خاصیت چگونه توان حاصل کردن؟ گفت در میان سخن بگویم اگر فهم کنی. گفتم چون از این دو کوه بگذرم آن دیگر را آسان باشد یا نه؟ گفت آسان باشد، اما اگر کسی داند بعضی خود پیوسته در این دو کوه اسیر مانند و بعضی به کوه سیوم رسند و آنجا قرار گیرند، بعضی به چهارم و پنجم و این چنین تا 11. هر مرغ که زیرکتر باشد پیشتر شود. گفتم چون شرح کوه قاف کردی حکایت گوهر شب افروز کن. گفت گوهر شب افروز هم در کوه قاف است، اما در کوه سیوم است و از وجود او شب تاریک روشن شود، اما پیوسته بر یک حال نماند. روشنی او از درخت طوبا است. هر وقت که در برابر درخت طوبا باشد از این طرف که توی تمام روشنی نماید همچون گوی گرد روشن، چون پاره ای از آن سوی تر افتد که به داخل طوبا نزدیک باشد، قدری از دایره او سیاه نماید و باقی همچنان روشن، و هر وقت که به درخت طوبا نزدیک تر می شود از روشنی قدری سیاه نماید. سوی این طرف که توی، اما سوی درخت طوبا همچنان 1/2 او روشن باشد، چون تمام در پیش درخت طوبا افتد تمام سوی تو سیاه نماید و سوی درخت طوبا روشن. باز چون از درخت درگذرد قدری روشن نماید و هرچه از درخت دورتر می افتد سوی تو روشنی وی زیادت می نماید. نه آنچه نور در ترقی است، اما جرم وی نور بیشتر می گیرد و سیاهی کمتر می شود و همچنین تا باز در برابر می افتد آنگاه تمام جرم وی نور گیرد و این را مثال آن است که گویی را سوراخ کنی در میان و چیزی بدان سوراخ بگذرانی، آنگاه تاسی پر آب کنی و این گوی را بر سر آن تاس نهی، چنانک 1/2 گوی در آب بود. اکنون در لحظه‌ای 10 بار همه اطراف گوی را آب رسیده باشد، اما اگر کسی آن را از زیر آب ببیند پیوسته 1/2 گوی در آب دیده باشد. باز اگر بیننده که راست را از زیر میان تاس می بیند پاره ای از آن سوی تر ببیند که میان تاس است، 1/2 گوی نتواند دیدن در آب که آنقدر که او از میان تاس میل سوی طرفی گیرد. بعضی از آن گوی که در مقابل دیده بیننده نیست نتوان دیدن، اما به عوض آن از این دیگر طرف قدری از آب خالی بیند و هرچه نظر سوی کنار تاس بیشتر می کند در آب کمتر می بیند و از آب خالی بیشتر. چون راست از کنار تاس بنگرد 1/2 در آب بیند و 1/2 از آب خالی. باز چون
بالای کنار طاس بنگرد، در آب کمتر بیند و از آب خالی بیشتر، تا تمام در میانه بالای طاس گوی را تمام بنگرد. آنجا تمام گوی از آب خالی بیند. اگر کسی گوید که زیر طاس خود نه آب توان دیدن و نه گوی، ما بدان تقدیر میگوییم که بتواند دیدن. طاس از آبگینه بود یا از چیزی لطیفتر. اکنون آنجا که گوی است و طاس، بیننده گرد هر دو برمی آید تا این چنین می توان دید. اما آنجا گوهر شب افروز و درخت طوبا هم بر مثال گرد بیننده برمی آید. پس پیر را گفتم درخت طوبا چه چیز است و کجا باشد؟ گفت درخت طوبا درختی عظیم است. هر کس که بهشتی بود، چون به بهشت رود آن درخت را در بهشت بیند و در میان این 11 کوه که شرح دادیم کوهی است، او در آن کوه است. گفتم آن را هیچ میوه بود؟ گفت هر میوه‌ای که تو در جهان میبینی بر آن درخت باشد و این میوه ها که پیش توست همه از ثمره اوست. اگر نه آن درخت بودی، هرگز پیش تو نه میوه بودی و نه درخت و نه ریاحین و نه نبات. گفتم میوه و درخت و ریاحین با او چه تعلق دارد؟ گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبا دارد. بامداد سیمرغ از آشیان خود بدر آید و پر بر زمین باز گستراند. از اثر پر او میوه‌ای بر درخت پیدا شود و نبات بر زمین. پیر را گفتم شنیدم که زال را سیمرغ پرورد و رستم اسفندیار را به یاری سیمرغ کشت. پیر گفت بلی درست است. گفتم چگونه بود؟ گفت چون زال از مادر در وجود آمد، رنگ موی و رنگ روی سپید داشت. پدرش سام بفرمود که وی را به صحرا اندازند و مادرش نیز عظیم از وضع حمل وی رنجیده بود. چون بدید که پسر کریه اللقاست، هم بدان رضا داد. زال را به صحرا انداخت. فصل زمستان بود و سرما. کس را گمان نبود که یک زمان زنده ماند. چون روزی چند بر این برآمد، مادرش از آسیب فارغ گشت. شفقت فرزندش در دل آمد. گفت یک باری به صحرا شوم و حال فرزند ببینم. چون به صحرا شد، فرزند را دید زنده و سیمرغ وی را زیر پر گرفته. چون نظرش بر مادر افتاد، تبسمی بکرد. مادر وی را در بر گرفت و شیر داد. خواست که سوی خانه آرد. باز گفت تا معلوم نشود که حال زال چگونه بوده است که این چند روز زنده ماند، سوی خانه نشوم. زال را به همان مقام زیر پر سیمرغ فرو هشت و او بدان نزدیکی خود را پنهان کرد. چون شب در آمد و سیمرغ از آن صحرا منهزم شد، آهویی بر سر زال آمد و پستان در دهان زال نهاد. چون زال شیر بخورد و خود را بر سر زال بخوابانید. چنان که زال را هیچ آسیب نرسید، مادرش برخاست و آهو را از سر پسر دور کرد و پسر را سوی خانه آورد. پیر را گفتم آنچه سر بوده است؟ پیر گفت من این حال از سیمرغ پرسیدم. سیمرغ گفت زال در نظر طوبا به دنیا آمد.
ما نگذاشتیم که هلاک شود. آهو بره را به دست صیاد باز دادیم و شفقت زال در دل او نهادیم. تا شب وی را پرورش می کرد و شیر می داد و به روز خود منش زیر پر می داشتم. گفتم حال رستم و اسفندیار؟ گفت چنان بود که رستم از اسفندیار عاجز ماند و از خستگی سوی خانه رفت. پدرش زال پیش سیمرغ تضرعها کرد و در سیمرغ آن خاصیت است که اگر آیینه ای یا مثل آن برابر سیمرغ بدارند، هر دیده که در آن آینه نگرد خیره شود. زال جوشنی از آهن بساخت، چنان که جمله مسقول بود و در رستم پوشانید و خودی مسقول بر سرش نهاد و آیین‌های مسقول بر اسبش بست. آنگاه رستم را از برابر سیمرغ در میدان فرستاد. اسفندیار را لازم بود در پیش رستم آمدن. چون نزدیک رسید، پرتو سیمرغ بر جوشن و آینه افتاد. از جوشن و آینه عکس بر دیده اسفندیار آمد. چشمش خیره شد، هیچ نمیدید. توهم کرد و پنداشت که زخمی به هر دو چشم رسید، زیرا که دیگران بدیده بود. از اسب در افتاد و به دست رستم هلاک شد. پنداری آن دو پاره گز که حکایت کنند دو پر سیمرغ بود. پیر را پرسیدم که گویی در جهان همان یک سیمرغ بوده است؟ گفت آنک نداند چنین پندارد و اگر نه هر زمان سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید و اینک در زمین بود منعدم شود. معا چنانک هر زمان سیمرغی نیاید، این چه باشد نماند و همچنان که سوی زمین می آید سیمرغ از طوبی سوی 12 کارگاه می رود. گفتم پیر این 12 کارگاه چه چیز است؟ گفت اول بدانک پادشاه ما چون خواست که ملک خیش آبادان کند، اول ولایت ما آبادان کرد. پس ما را در کار انداخت و 12 کارگاه را بنیاد فرمود و در هر کارگاهی شاگردی چند بنشاند. پس آن شاگردان را در کار انداخت تا زیر آن 12 کارگاه کارگاهی دیگر پیدا گشت و استادی را در این کارگاه بنشاند. پس از آن استاد را به کار فرو داشت تا زیر آن کارگاه اول کارگاهی دیگر پدید آمد. آنگاه استاد دوم را همچنان کار فرمود تا زیر کارگاه دوم کارگاهی و استادی دیگر و همچنان تا 7 کارگاه، در هر کارگاهی استادی معین گشت. آنگاه آن شاگردان را که در 12 خانه بودند هر یکی را خلعتی داد. پس از آن استاد اول را همچنان خلعت داد و 2 کارگاه از آن 12 کارگاه بالا به وی سپرد و دوم استاد را همچنان خلعت داد و از آن 12 کارگاه دیگر 2 به 2 سپرد و سوم را نیز همچنان و چهارم استاد را خلعت داد، کسوتی زیباتر از همه، و او را 1 کارگاه داد از آن 12 کارگاه بالا. اما فرمود تا بر 12 نظر دارند. 5م و 6م را همچنانک اول را
و دوم را و سوم را داده بود، هم بر آن قرار داد. چون نوبت به هفتم رسید از آن 12، یک کارگاه مانده بود، بوی داد و به وی داد و او را هیچ خلعت نداد. استاد هفتم فریاد برآورد که هر استادی را 2 کارگاه باشد و مرا 1 کارگاه، و همه را خلعت باشد و مرا نباشد. بفرمود تا زیر کارگاه او 2 کارگاه بنیاد کنند و حکمش به دست وی دهند و زیر همه کارگاه ها مزرعه اساس افکند به 2 عامل. آن مزرعه هم به استاد هفتم دادند و بر آن قرار دادند که از کسوت زیبای استاد چهارم پیوسته نیمچه‌ای براتی بدین استاد هفتم دهند و کسوت ایشان هر زمان از نوع یکی دیگر بود، همچو شرح سیمرغ که دادیم. گفتم ای پیر در این کارگاه ها چه بافند؟ گفت بیشتر دیبا بافند و از هر چیزی که فهم کس بدان برسد و زره داوودی نیز هم در این کارگاه ها ببافند. گفتم ای پیر زره داوودی چه باشد؟ گفت زره داوودی این بندهای مختلف است که بر تو نهاده اند. گفتم این چگونه می کنند؟ گفت در هر 3 کارگاه از آن 12 کارگاه بالا 1 حلقه کنند، بدان 12 در 4 حلقه ناتمام کنند. پس آن 4 حلقه را بر این استاد هفتم عرضه دهند تا هر یک بر وی عملی کند. چون به دست هفتمین استاد افتد سوی مزرعه فرستد و مدتها ناتمام بمانند. آنگاه 4 حلقه در این حلقه اندازند و حلقه ها جمله سفته بود. پس همچو تو بازی اسیر کنند و آن زره در گردن او اندازند تا در گردن وی تمام شود. از پیر پرسیدم که هر زرهی چند حلقه بود؟ گفت اگر بتوان گفت که امان چند قطره باشد، پس بتوان شمردن که هر زرهی را چند حلقه باشد. گفتم این زره به چه شاید از خود دور کرد؟ گفت به تیغ بلارک. گفتم تیغ بلارک کجا به دست آید؟ گفت در ولایت ما جلادی است، آن تیغ در دست وی است و معین است که هر زرهی که چند مدت وفا کند، چون مدت به آخر رسد آن جلاد تیغ بلارک چنان زند که جمله حلقه ها از یکدیگر جدا افتد. پرسیدم پیر را که به پوشنده زره که آسیب رسد تفاوت باشد؟ گفت تفاوت است. گفت بعضی را آسیب چنان رسد که اگر کسی را 100 سال عمر باشد و در اثناء عمر پیوسته آن اندیشه که گوهر کدام رنج صعب تر بود و هر رنج که ممکن بود در خیال آرد، هرگز به آسیب زخم تیغ بلارک خاطرش نرسیده باشد، اما بعضی را آسانتر بود. گفتم ای پیر چه کنم تا آن رنج بر من سهل بود؟ گفت چشمه زندگانی به دست آور و از آن چشمه آب بر سر ریز تا این زره بر تن تو بریزد و از زخم تیغ ایمن باشی که آن آب این زره را تنگ کند و چون زره تنگ بود زخم تیغ آسان بود. گفتم ای پیر
این چشمه زندگانی کجاست؟ گفت در ظلمات. اگر آن می طلبی خضروار پای افزار، در پای کن و راه توکل پیش بگیر تا به ظلمت برسی. گفتم راه از کدام جانب است؟ گفت از هر طرف که می روی. اگر راه روی راه بری. گفتم نشان ظلمات چیست؟ گفت سیاهی و تو خود در ظلماتی، اما تو نمیدانی. آن کس که این راه رود چون خود را در تاریکی ببیند، بداند که پیش از آن هم در تاریکی بوده است و هرگز روشنایی به چشم ندیده. پس اولین قدم راه روان این است و از اینجا ممکن بود که ترقی کند. اکنون اگر کسی بدین مقام رسد، از اینجا تواند بود که پیش رود. مدعی چشمه زندگانی در تاریکی بسیار سرگردانی بکشد. مدعی چشمه زندگانی در تاریکی بسیار سرگردانی بکشد. اگر اهل آن چشمه بود، به عاقبت بعد از تاریکی روشنایی بیند. پس او را بی آن روشنایی نباید گرفتن که آن روشنایی نوری است از آسمان بر سر چشمه زندگانی. اگر راه برد و بدان چشمه غسل برآرد، از زخم تیغ بلارک ایمن گشت. به تیغ عشق شو کشته، به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی، که از شمشیر تو لختی نشان ندهد کسی. احیا هر که بدان چشمه غسل کند هرگز محتلم نشود. هر که معنی حقیقت یافت بدان چشمه رسد. چون از چشمه برآمد استعداد یافت. چون روغن بلسان که اگر کف برابر آفتاب بداری و قطره از آن روغن بر کف چکانی، از پشت دست بدر آید. اگر خضر شوی از کوه قاف آسان توانی گذشتن. چون با آن دوست عزیز این ماجرا بگفتم، آن دوست گفت تو آنی بازی که در دامی و صید می کنی. اینک مرا بر فتراک بندکی صیدی بد نیستم. من آن بازم که صیادان عالم همه وقتی به من محتاج باشند. شکار من سیه چشم آهوانند که حکمت چون سرشک از دیده پاشند. به پیش ما از این الفاظ دورند، به نزد ما از این معنی تراشند. تمت الرساله بحمد الله و حسن توفیقه و الصلاة علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین.